سلام. در این آموزش می‌خوایم نحوه فعال کردن تشخیص چهره و شناسایی چهره و همچنین انجام تنظیمات خروجی آلارم برای حالت شناسایی چهره رو با هم انجام بدیم. با ما همراه باشید. برای انجام این کار وارد منوی اصلی دستگاه میشیم. قسمت ستاپ AI. در قسمت فیس دیتکشن تیک کانالی که می‌خوایم تنظیمات تشخیص چهره روش فعال بشه رو فعال می‌کنیم. اپلای می‌کنیم، تنظیمات ذخیره بشه. وارد قسمت ریکگنیشن یا شناسایی چهره میشیم. در قسمت مدل کانفیگوریشن شما میتونید تعریف کنید تشخیص چهره توسط دستگاه باشه یا توسط دوربین این کار انجام بشه. ما به صورت دیفالت روی حالت دستگاه میذاریم. وارد قسمت فیس دیتابیس منیجمنت میشید. در این قسمت شما میتونید عکساتون رو به سه حالت لیست مجاز، غیر مجاز یا اینکه خودتون میتونید لیست دلخواه ایجاد بکنید و داخل اون لیست عکساتون رو تعریف بکنید. برای تعریف عکس‌های مجاز روی قسمت اعلی لیست روبروش روی گزینه ادیت کلیک میکنیم. روی گزینه ایمپورت کلیک میکنیم. در این قسمت شما به دو صورت میتونید عکساتون رو داخل دستگاه اضافه بکنید. یکی اینکه از عکسایی که خود دستگاه گرفته میتونید انتخاب بکنید و داخل دستگاه اضافه بکنید. برای انجام این کار تیکش رو میزنید، اوکی میکنید. در صفحه‌ای که باز میشه شما میتونید اسم و مشخصات صاحب عکس رو وارد بکنید، مثل اسم، جنسیت، سن و سایر مشخصات رو. به گزینه ایمپورت کلیک میکنید تا عکستون اضافه بشه. برای اضافه کردن عکس از طریق فلشی که به دستگاه وارد کردید روی گزینه External Storage Device کلیک میکنید و عکستون رو از روی فلش انتخاب و وارد میکنید. دقت داشته باشید که برای وارد کردن عکس از روی حافظه فلش که به دستگاه وصل کردید حتما باید فرمت عکستون JPG، JPEG یا PNG یا BMP باشه. رزولوشن عکستون هم 80x80 یا 800x800 باشه حد اکثرش. سایز عکستون هم زیر 500 کیلوبایت باشه. من مجدد کلیک میکنم، عکسم رو انتخاب میکنم. در این قسمت همونطور که گفتم میتونید اسم و مشخصات عکس رو وارد بکنید. روی این آیکون که کلیک کنید میتونید یک صدا برای اون عکس انتخاب بکنید. برای انتخاب یک فایل صوتی برای این عکس روی گزینه ایمپورت میزنید. برای آپلود فایل صوتی روی عکس میتونید به دو روش این کار رو انجام بدید. یکی اینکه فایل صوتی خودتون رکورد بکنید یا یه فایلی رو که مد نظرتون هست رو روی فلش بریزید با فرمت MP3 WMA یا WAV. فایلتون رو از روی فلش انتخاب بکنید و روی دستگاه آپلود کنید. در این قسمت میتونید مشخص بکنید اون فایل صوتیتون از چه طریقی پخش بشه، از طریق خروجی صدای دستگاهتون یا از طریق خروجی صدای دوربین یا بلندگویی که روی دوربین هستش. بعد از انجام تنظیمات روی گزینه ایمپورت کلیک میکنید تا تنظیماتتون ذخیره بشه. در این قسمت هم میتونید عکس‌های بیشتری رو انتخاب بکنید. با زدن روی این آیکون میتونید وارد دستگاه بشید و عکس هایی که شبیه به اون عکسی که شما انتخاب کردید هستش رو میتونید انتخاب بکنید و عکس های بیشتر رو آپلود بکنید. برای این کار روی تیکش میزنید و اوکی میکنید. همینطور شما میتونید چندین عکس رو اینجا انتخاب بکنید برای اون عکس و ذخیره بکنید. بعد از انجام این کار روی گزینه مودیفای کلیک میکنید تا تنظیماتتون ذخیره بشه. در همین صفحه اگر روی عکستون کلیک راست بکنید و گزینه ادیت رو بزنید مجدد وارد صفحه تنظیمات عکستون میشید و میتونید مشخصاتش رو ویرایش بکنید. همچنین روی گزینه موو تو رو اگر بزنید میتونید جابجا بکنید بین لیست غیر مجاز و لیست دلخواهی که ساختید. یا اینکه کلیک راست بکنید میتونید عکسایی که میخواید رو دیلیت بکنید. برای لیست غیر مجاز و لیست دلخواهی که ساختید هم میتونید به همین ترتیب این کار رو انجام بدید. و در نهایت تیک های انیبل یا فعالش رو میزنید و ذخیره میکنید.
در همین صفحه شما میتونید فایل هایی که آپلود کردید داخل دستگاه با زدن گزینه بکاپ دیتابیس یک بکاپی از این فایل هاتون داشته باشید. موقعی که دستگاه رو ریست فکتوری میکنید و نیاز نباشه که شما مجدد بیاید از نوع این کارها رو انجام بدید، کافیه که یک بار روی گزینه ایمپورت دیتابیس بزنید و همون فایل ها براتون روی دستگاه میشینه. برای اینکه با شناسایی چهره و تشخیص چهره یک خروجی آلارم روی دستگاه یا روی دوربین ما فعال بشه، باید بیایم تو قسمت تنظیمات آلارم و این تنظیمات رو در این قسمت انجام بدیم. وارد منوی آلارم، قسمت فیس ریکگنیشن یا شناسایی چهره میشیم. در این صفحه میتونید مشخص بکنید لیست مجاز، غیر مجاز یا لیست های دلخواهتون آلارمش فعال باشه یا خیر. درصد شباهت عکستون رو میتونید اینجا تعریف بکنید که اگر چند درصد به اون عکسی که من به دستگاه دادم شباهت داشت بیاد به من آلارم بده. در قسمت آلارم شما میتونید مشخص بکنید اون کانال من وقتی که شناسایی چهره رو انجام داد دستگاه برای من بیزر بزنه. در این قسمت میتونید مشخص کنید خروجی آلارم دستگاه یا دوربینتون فعال بشه. من تنظیمات تشخیص چهره رو روی دوربین شماره 1 انجام دادم، ولی میخوام خروجی آلارم دوربین شماره 2 فعال بشه. میام اینجا تیک کانال 2 رو انتخاب میکنم، با تشخیص چهره توسط دوربین شماره 1 خروجی آلارم دوربین شماره 2 برای من فعال میشه. در قسمت لچ تایم میتونید زمان فعال بودن خروجی آلارمتون رو مشخص بکنید. از 1 ثانیه تا 60 ثانیه شما میتونید این کار رو انجام بدید. در این قسمت میتونید مشخص کنید چهرهتون از چهره یک عکس بگیره، یک ویدیو ازش داشته باشه، عکس کوچیک بهتون نشون بده، به ایمیلتون یه پیغام بفرسته. اگر FTP سرور تعریف کرده باشید یک عکس به FTP سرورتون بفرسته. اگر کلود رو فعال کرده باشید یه عکس به کلودتون ارسال بکنه، نوتیفیکیشن ارسال بکنه. در این قسمت میتونید تعریف بکنید اگر شناسایی چهره انجام شد و در لیست مجاز من اون چهره بود، بیاد برای من یک صدایی رو یا یک آلارمی رو پخش بکنه. برای انجام این کار روی چرخ دنده میزنید. در اینجا میتونید مشخص بکنید صدا از طریق دستگاه یا از طریق یکی از دوربین ها براتون پخش بشه و در این قسمت هم میتونید اون صدا رو انتخاب کنید. برای اینکه این صداها رو داخل دستگاهتون آپلود بکنید و بتونید در اینجا انتخابش بکنید، نیاز هستش که وارد قسمت آلارم میشید، قسمت وایس. شما در این صفحه میتونید صدایی رو که میخواید رو از روی فلش انتخاب بکنید و آپلود کنید و وقتی که صدا براتون آپلود بشه اینجا صدایی که آپلود شده رو میتونید ببینید. ما مجدد به قسمت AI و آلارم برمیگردیم. برای روی قسمت AI در این قسمت اون صدایی رو که آپلود کردیم رو انتخاب میکنیم. در این قسمت اگر روی گزینه پلی کلیک کنید اون صدایی که انتخاب کردید توسط دوربین یا دستگاه اگر بلندگو بهش وصل باشه براتون پخش میشه. بعد از انجام تنظیمات روی گزینه سیو کلیک میکنید تا تنظیماتتون ذخیره بشه. در قسمت آلارم اسکیجول میتونید بهش زمان بندی بدید که این آلارم من چه زمانهایی فعال بشه. در قسمت آلارم چنل هم میتونید مشخص کنید با تشخیص کدوم یکی از این کانال ها تنظیمات آلارم من فعال بشه. در تب فیس اتریبیوت هم شما میتونید همین تنظیمات آلارم رو بر اساس اینکه سوژه شما ماسک داره یا نه انجام بدید. در تب فیس دیتکشن هم شما میتونید همین تنظیمات آلارمی که انجام دادیم رو برای تشخیص چهره انجام بدید. یعنی هر چهره‌ای رو که تشخیص داد بیاد همین تنظیماتی که ما توی قسمت فیس ریکگنیشن انجام دادیم در همین جا هم انجام بده، با این تفاوت که هر چهره‌ای که دوربین تشخیص بده میاد خروجی آلارم و اون تنظیمات آلارمی که براش تعریف کردید فعال میشه. بعد از انجام تنظیمات وارد صفحه لایو دستگاهمون میشیم. در این صفحه با تشخیص و شناسایی چهره یک صدا برای اون شخصی که تعریف کردیم پخش میشه و یا خروجی آلارمی که تعریف کردیم عمل میکنه. حالا میتونه خروجی آلارم وصل باشه به یک گیت یا وصل باشه به آژیر یا یک چراغ هشدار دهنده. رضا کلهر.
همونطور که مشاهده کردید با تشخیص چهره یک صدا پخش شد و خروجی آلارم دوربین ما فعال شد. امیدوارم این آموزش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.